سرزمین این کشور باید از صحراگرایی و دشتها به کشتهای زراعتی سبز و جنگلات قدرتی و مصنوعی تبدیل گردد تا از یک طرف خطرات تغییر اقلیم را کاهش دهد و از طرف دیگر کار و شغل حلال و حاصلات خوبی را به جامعه و مردم این سرزمین تولید و تقدیم نماید. یک کشور زمان رشد و انکشاف می کند که مردم همان کشور از دو نوع امنیت برخوردار باشد. نخست امنیت عامه و فیزیکی، یعنی مردم در امن زندگی کند که لله الحمد افغانستان فعلا پرامن‌ترین کشور منطقه هستند و هیچ نوع تهدیدی برای تطبیق فعالیت‌های انکشاف وجود ندارد. در قدم دوم امنیت و مسئولیت غذایی اتباع کشور بسیار زیاد مهم است. اگر نفوس یک کشور غذای سالم و دوامدار داشته باشد، هیچ نوع بیکاری، فقر، بی‌ثباتی و کشمکشی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بروز نخواهد نمود. بنابراین نیاز است تا سکتور زراعت، آبیاری و مالداری و منابع طبیعی رشد نماید تا مسئولیت و امنیت غذایی مردم تامین گردد.